لیتسی‌های تاجیکی ترکی با قرار سویت وزیران هنوز سال 1994 تأسیس یافته است. درباره تمدید کردن نکردن، قرارداد بستن نبستن با شرکت شلاله صلاحیت حکومت جمهوری تاجیکستان است. هر مقاله که در صفحه های روزنامه ها در سایت اینترنت شبکه های مختلف چاپ میشد، ما همه اون آموخته پیگیری کرده ایستاده ایم. دوستان عزیز، پیگیری کرده ایستاده ایم. و از بالای حل همین پرابلم کار هم کرده ایستاده ایم. ما میدونیم حتی چه اندازه طرفدار چه اندازه مخالف دارد از روی اینفرماسیا یا معلوماتی که باز میگم از رسانه‌های اخبار عمومی ما گرفته ایستاده ایم. بالای این مسئله ما کار کرده ایستاده ایم. یک لیتسه در شهر کولوب است، یک عدد در قرغنتیپه است، یک عدد در ترسونزاده است، یک عدد در شهر خوجند است، دو عدد در شهر دوشنبه است. همچنین مکتب بین المللی هست در شهر دوشنبه و یک خوابگاه چهار آشیانه‌ای، سابق خوابگاه چهار آشیانه‌ای دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی نیز با طبق قرارداد در اختیارداری همین مؤسسه داده شدگی است. ما کار کرده ایستاده. من گمان میکنم که تا پرس کنفرانسیای آینده مسئله حل خود را می‌یابد. شما پیگیری کنید ببینید چه حل میشه. استاد، شخصا من روزنامه‌نگارا بسیارم. یک سوال داده صبر کنید من شخصا من وزیر معارف نورالدین سعید طرفداری کلمه پریابرازوانی چی می شود؟ تبدیل این مؤسسه ها است. من طرفداری از نو تشکیل این مؤسسه ها هستم. من طرفداری با شرکتی شلاله بستن قرارداد هستم، فقط قرارداد خیریه نه زیاده از این. خیریه هر کمکی که این شرکت به ما رساندن می‌خواهد ما خیریه باز تکرار میکنم قبول داریم، نه زیاده از این پوزیسیون من است، این موقعی من است. مثلا امروز وقتی که میگم ما باز تکرار میکنم از مسئولیت مقطع آموزگاه هیچ وقت خدا لیکن وقتی که باید ساعت 8-9 شدم حتی تشکیلات دیگر جمهوری ها ببینم هر همین جانب توازن مسئولیت خود رو به خود گیریم و به یکدیگر حوال ندیم و در عهدهداری پدر و مادر بعضی با سوال دویمتون سردار ریاست مملکت مرکز ملی تستی که همون موسمی کاری اساسی همین مرکز شروع میشه وقتی داخل شوی همون بخش اطلاعاتیشون فوارزم این سوال پیشنهاد شما. بله. خب و اینو بعد تلفن میکنین جواب نمیتین یا اینکه همون بخش تشکر زیاد پیشنهاد تشکر قبول است. ثانی عزیز